3. پند لقمان حکیم. روز از روزها لقمان حکیم به پسرش گفت: من امروز به تو 3 پند می‌دهم که اگر با آنها عمل نمایی کمروا می‌گردی. پسرم، تلاش کن تا در زندگی بهترین غذای دنیا را بخوری. کوشش کن تا در بهترین بستر جهان بخوابی و کار کن که در بهترین خانه جهان زندگی کنی. پسرش با حیرت به او گفت: ای پدر، ما خانواده فقیر هستیم و آنچه گفتی برای من آسان نیست. لقمان حکیم جواب داد: پسرم، اگر کم دیرتر و کمتر خوراک بخوری، هر خوراکی را که بخوری بهترین خوراک خواهد بود. و اگر کم بیشتر کار کنی و دیرتر بخوابی، در هر جایی که بخوابی بهترین بستر جهان خواهد بود. و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای پیدا نمایی، آنگاه به شک و شبهه بهترین خانه دنیا از آن تو خواهد بود. پسرم.